اگر در مسجد برش بگویی که میخوایم یک بخش بسازیم در مسجد برای زنها که زنها هم به یک پای دین بشنون، زنها هم به این قرآن بشنون، زنها هم به این تبلیغ علما را در مسجد بشنون، تو صدرش سفید استاد میشه و یک خانت پاره میکنه. نمیمانه که دارالحفاظ بسازیم، نمیمانه که بخش زنانه در مسجد بسازیم، اما اینمی نفره که در مسجد در مقابل خدای عزوجل از خانه خدا مردم مانع میشه، اینمی نفر باز ببینه که با اونمو بی غیرتی خود در اوتل موتر استاد میشه، با اینمی ریش کلان خود، با اونمو لنگی کلان خود، با اونمو قواره خود که مردم فکر میکنن ملائکه است، باز پشت سرش سیل کنی که دخترای جوانش از پشت سرش کلشان روان هستن، قولایشان لج، سرایشان برهنه، یخنایشان باز است و این تشویقشان میکنن. بنابراین خدای عزوجل ات انسانهای مجرمه، ات انسانهای بی غیرته، خدای عزوجل پیش از این زنها داخل دوزخ میکنه. چه تو بی غیرتی، تو بی ایمانی، تو غیرت نلاری چه خزد نامحرم و خلق و سرکینی نامحرم و سرکگیگی او زرد این تسبیح یا چول اولاس که سبحان الله سبحان الله وی او پلپاس نه ملائکی در باندی وای چه دو خدای لعنت دی پتا باندی چه تو خپل کور باندی رای نه وای دو خدای لعنت دی پتا باندی چه تو خپل خزی ته متوجه نه، لور ته متوجه نه، تو چه رقم مسلمانی، تو چه رقم ایمان لري، په کوم قرآن باندې ایمان لري، په کوم حدیث باندې ته ایمان لري، څنګه ځان ته مسلمان وای بی غیرته بی ایمانه د ملائکی در باندې د خدای له طرف لعنت در باندې وای. از این خاطر برادرای عزیز بسیاری کسا هستن 11 وقتی که در یک خانه شد مجرد که دختر خدا برکت زاد خلاص یک خواهرکش 11 گرفته 6 تا خواهر دیگهش برش لیلام است. این چی بی غیرتی هست؟ این چی بی غیرتی است؟ آیا 11 انسان برای انسان محرم است از برای خدا؟ آیا داماد بیادر برای انسان محرم است؟ آیا داماد خواهر برای انسان محرم است؟ آیا بچه کاکا برای انسان محرم است؟ آیا بچه خاله برای انسان محرم است؟ آیا که یک بچه بیگانه در یک اولی کلان شدی و جوان شد باز برای تو محرم میشه؟ این بی تفاوتی هایی که در افغانستان هست، حتی از این که در خانه یک بی غیرت بی ایمان داخل شدیم یک وقتی که یک مرد کتی لندغر شیشتن. این کیست؟ این بیادر خانده خانم است. لعنت خدا سر ات مردهایی که برای خانم خود اجازه میده که بر بیادر خانده بخوانه. آیا بیادر خواندگی در اسلام بیادر خواندگی نیست؟ در اسلام بچه خواندگی نیست، در اسلام دختر خواندگی نیست. یا از نسب باشی یا از رضا باشی یا از مصاهره که چیز باشه، در غیر از او نه برادر خواندگی است و نه بچه خواندگی است و نه دختر خواندگی است و نه پدر خواندگی است. کل شیطان خواندگی است. دووسی عصر جدید است، بی غیرتی عصر جدید است، بی ایمانی به نام ایمان است، بی ایمانی به نام اسلام است. خورخوندگی رو کی کشیده؟ بیادر خواندگی رو کی کشیده؟ پیغمبر خدا در عصر جاهلیت که هنوز بالایش وحی نامده بود خودش زید ابن حارثه را، یگانه صحابی که نامش در قرآن ذکر شده زید ابن حارثه است، این را بچه خود خوانده بود. مردم میگفتن که زید ابن محمد. آیات قرآن نازل شد، آیات قرآن نازل شد که بچه خواندگی در اسلام نیست. هر کس به نسب خودش نسبت بدین. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و فیصله کرد که آیت قرآن آمده از بچه خواندگی ممانعت شده. بنا بعد از این که زید ابن محمد نگویه زید ابن حارثه بگویه، نام پدرش حارثه هست. به این قرآن بخوانیم، به این قرآن بخوانیم، به این حداقل بر قرآن یاد گرفتن، بر ترجمه قرآن روزانه 10 دقیقه وقت بدین ببینیم که قرآن بر ما چی خطاب میکنه. کاسیاتون آریاتون. در قسمت کاسیاتون آریات علما مثلا 3-4 نظر دارن. بعضی ها میگن که در ظاهر لباس پوشیده ولی در حقیقت برهنه هست. که شرایطش گفتیم که یا لباسش چسب می باشه یا تنگ می باشه
یا کوتاه می باشن و یا هم بعضی قسمت های از او پاره می باشن. مثلا دامن دراز جور کرده از این بغل قش 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 تا به اینجا که لنگایش معلوم شود. این کاسیات و عاریات است. یا پیران خوب جور کرده به نام پنجابی خانم پنجابی پوشیده. والا به غیرت خوب کردی خدای دې نور هم در غیرت درکی واخله ورته پنجابیگان. پیران است که از بغلایش صاحب وقتی که خانم میشینه چارزانو تمام اعضای بدنش معلوم میشه. وقتی که میشینه کاسیات عاریات است. کاسیات عاریات است. ارزنی که پیش نامحرم با فیشن میایه کاسیات عاریات است. پیش نامحرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر یک زن از خانه خود برآید و عطر کرده باشه فهیه کذا و کذا، این چطور چنان است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار با حیا بود، نمیگه. باز اون مردم گفتن یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که زناکار است. با کسایی که تشریح کرده پیغمبر صلی الله علیه و اگر کسی زنه که عطر کرده از خانه برای فهیه کذا و کذا، این چطور و چی، یعنی باز شارحین حدیث در مقابل گفته کس خبر نشه زناکار است. خانمی که فیشن کردگی از خانه خود میکنه نه والا صاحب ما با سطر هستم نیستی، با سطر در کاسیات عاریات داخل هستی، در کاسیات عاریات داخل هستی. بناهن زنی که از خانه خود بیرون میبرایه بوتاش تق تق میکنه، کاسیات عاریات. این حال بعضی از علما میگن که کاسیات عاریات این قسم تشریح کردن. بعضی از کسان میگن که از نعمتهای خدا پوشیده است لکن از شکر خدا خالی هست. خداوند خوب لباس دادش، خداوند خوب جوانی دادش، خداوند خوب برش همه چیز دادن، لکن یک روز هم خدا را شکر نمیکنه. و شکر خدا چه وقت میشه؟ که تو هر عضو بدنت مطابق حکم خدا استعمال بکنی. هر عضو بدنت مطابق حکم خدای عزوجل استعمال بکنی. پس تو خواهر عزیز آیا تو مویایت مطابق حکم خدای عزوجل استعمال میکنی که بگویی که من مویای باید نامحرم نبینه؟ آیا چهرهت مطابق حکم خدای عزوجل استعمال میکنی که نباشه؟ آیا در عروسی خدا را به یاد داری؟ دایره در دستت است، رویت بالا کردی و در پشت دروازه ایستاد هستی و کل مردای نامحرم سنت سیل میکنن و تو خانده میری که در آواز کو، دروازه را باز کو. تو در جمله کاسیات و عاریات هستی. اتخانه از وقتی که عروسی شد بسیاری کسا را ببینی خوب دیندار است، این مجرده که صدای شیرینی خوری و عروسی گپا را شنید دین اثرش کوچ میکنن. در عروسی دینداری نیست، در عروسی دینداری نیست والا. نه کاسیات و عاریات هستی. ما خب میگم زخو وایم زلگایدی چه منه او که نمیمنه اختیار دتا. بعضی کسایی دیگه میگن، بعضی علمای دیگه میگن که لباس عادی پوشیده ولی لباس تقوا نداره. کاسیات و عاریات خانم های هستن که لباس ظاهریشان جور است اما تقوا نداره. خوب نماز میخوانه، خوب قرآن شریف میخوانه، خوب منزو نکهی خوری گلی، خوب تلاوتو نکهی، خوب دبل غیبتو هم کهی او د څو کورو تر منځ فساد و فتنه چولی او څو خلک د تعالی الله سره په هغه کې دي، په تکلیف کې.